انصارالله گروهی در یمن است که رهبر فعلی آن سید عبدالملک الحوثی است. عبدالملک یکی از فرزندان سید بدرالدین الحوثی. سید بدرالدین پدر معنوی این جریان است. او نسبش به حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی می‌رسد. سید بدرالدین مدتی به همراه پسرش حسین در ایران بود و تحت تاثیر اندیشه‌های امام و شیعه اثناعشری قرار گرفت. گفتند که هنگام پیروزی‌های ایران بر عراق و در جنگ‌های داخلی با شلیک گلوله جنگ می‌گرفت. بدرالدین هرچند زیدی بود اما به تقارب فکری زیدیه و شیعه 12 امامی معتقد بود. در واقع او طرفدار نظریه اتحاد اسلامی بود و معتقد بود دلیل عقب افتادگی مسلمانان عدم تفاهم و اتحاد با هم است. دلیل همین اندیشه ها که نتیجه وحدتی عیان با هم بود، برخی از علمای زیدیه او را خبیث‌تر از اسرائیل و جنگ با او را